دوستای عزیز سلام، وقتتان بخیر. مهمانی سیار است و استاد ایمل میبینید نام خدا هم تو خود تر تازه ساخته. چطور است استاد ایمل؟ سلام علیکم هموطنان عزیز، آرزومند هستم که سطح کامل داشته باشید. خوب است استاد ایمل؟ شکر خدا. چی پخته میکنی بخیر؟ این خود گوشت از باز داده میشه در برنامه میبینید. صحیح است. دوستا، رهبر صاحب مهمان برنامه ما است و خوشحال هستیم که رهبر صاحب داریم. وقت بخیر، ان شاء الله هر کجا که هستین اینجور سلامت باشین، بیننده برنامه باشین. یک برنامه فوق العاده عالی و جذاب. حتما. بازم خیلی زیاد خوش آمدین رهبر صاحب. بخیر سلامت باشین دوستا. یک گپ جالب در برنامه مهمانی سیار که همیشه ما با این موضوع البته هستیم و خوشحال میشیم که هموطنای خود همیشه با خود می داشته باشیم. شما میبینین که در هر برنامه مهمانی سیار، هر جایی که ما می باشیم، کودکان نازنین، هموطنای مهربان ما پشت صحنه ما را همراهی میکنن و امی قسم میلیاز جان حمیدی دیگه همکار نازنین ما که خیلی دوست داشتنی است. چطور است حمیدی صاحب؟ چه خوب، نام خدا مقبول شدی؟ ان شاء الله خوب هستی؟ به دستایت برکت، قربانت. و ریحان صاحب دیگه امی کمرایش مقابل میشی، لبخند به لبایش است. ریحان صاحب عزیز چطور هستی؟ تشکر رحیم صاحب، سلام بر شما و سلام به همه بیننده. قربانتان. ان شاء الله خوب هستی؟ خوش شکر. و این طرف دیگه بیننده های خاص ما همیشه پشت صحنه. شما میبینین که چقدر یا دوست داشتنی هستن هر کدامشان. باش کامرای عزیز ما بیایم همینجا یک قسم داشته باشیم. چطور هستی؟ خوب هستم. نام چی است؟ کرزی. نامت کرزی است؟ او بیشک به خدا کرزی پیدا کردیم. چطور هستی کرزی؟ شکر خوب است. خب کرزی جان از کجا هستی؟ از پغمان، از کل تمنه. خب حالا نامت کرزی است یا از دوستی کرزی میگن خودت؟ نام است. نام اینا ما کی مانده برات؟ پدرم. پدرت مانده. بخیر باشین اول. بسیار بچه که قند است. بله. دیر وقت است ما رو تعقیب میکنم. اسم خودت چی؟ نام چی؟ الهام. الهام جان از کجا هستی؟ از پغمان هستی؟ آه. بچه‌ش ما پیشتر گفتم یا خیلی خوشبخت هستند در بله. پغمان و یک محیط زندگی میکنن. دقیقاً. و این طرف هم عزیزای ما هستن. ان شاء الله که خسته نباشین. چطور از صحتتان؟ خوب هستین؟ یک تایتون یک رقم شرمندوک است. امی وسطی. آه تو گپ نیست ها؟ خوب است ساعت شما. ان شاء الله خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ سلامت باشین. چطور میگذرد در بودن در طبیعت زیبای پغمان؟ والا دیگه خود طبیعت خو میفهمی، همیشه بسیار زیاد خوبش میباشه. خب بخیر سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر. دوستا خواستیم که یک سلفی یادگاری پیش خود داشته باشیم. همیشه موفق سربلند باشین و دستتان درد نکنه. گفتیم و یک تعداد عزیزای ما دیگه بیننده برنامه مهمانی سیار همیشه باشین، ما را تنها نگذارین. موفق و سربلند باشین.